ایریس متنرزاده شهر لیل روز دوشنبه صاحب توج ملکه جهان شد. زیباسنام 24 ساله فرانسوی از بین 86 نماینده کشورها بهترین انتخاب گردید. آزمون زیبایی در پایتخت فیلیپین شهر منیلا صورت گرفت. مقام دوم به نماینده گایتی راکیل پیلیس داده شد. میتنر در بخش دندان پزشکی تحصیل نموده شناوری، زیریابی، جهانگردی و آشپزی را دوست می‌دارد. در تاریخ آزمون زیبایی این دومین فرانسوی است که سزاوار تاج ملکه جهان می شود. سال 1953 این تاج به سر لورن کریستیان مارتل گذاشته شده بود. میتنر در صحبت با خبرنگاران گفت که از غالب آمدنش حیرت زده شده است. تشکر زیاد. من میفخرم که با این تاج به فرانسه برمیگردم. براستی تو هنوز باورم نمیآید که ملکه جهان شدم. من میخواهم به همه شما که از شروع سبقت مرا دستگیری کردید منتداری نمایم. افتخارمندم که فرانسه و جهان را نمایندگی خواهم کرد. آزمون زیبایی ملکه جهان از سال 1952 در امریکا برگزار می شود. در این سبقت بانوان مجردی از 18 تا 28 ساله شرکت می کنند.